السلام علیکم بیننده عزیز. من آمده ما به سراغ نوبتی به آدرس نوبتی به خانواده نادرکه که این خاندان زیبا را این قصر زیبا را با افتخاری فقط روزهای خرسندی برپا کردن. بگذار که هر نفرانی که در مسافرت هستند انم خیلی در خاندان‌های زیبای شما آمده مهمان شویم و این خیلی بزم‌های زیبا را پیشکش شما کنیم. امروز مادر مهربان، مادر عزیز، مادر خاکسار با هر کلمه ifade کنیم کم است که مادر عزیز گلندام خاله امروز جشن زادروز دارند. خرسند میکنیم یکی از آن مخلصه های بهترین ما هستند. با ما باشید با شبکه شهرام السلام علیکم مادران مهربان، السلام علیکم زنهای زیبای آهریک عزیز، مادران. من امروز در این خاندان بسیار هم پرشکوه در آمد گفتیم که در این خاندان زیبا که با یک مهنت حلال پدر مادر با یک مهنت حلال با مسافری و گشت این خیلی خانه های زیبا را آباد کردن در خاندان نادرکه. یک روزی خرسندی، یک روزی خوشبختی، زادروزی مادری مهربان با چی کلمه ها وصف کنیم می ارزد. یکی از آن زنهای خاکسار، یکی از آن زنهای صمیمی تا دمی حاضر هم حالی جوان هستند تا دمی حاضر هم کار میکنند که برای فرزندانم کم باشدم یاری دهم، برای فرزندانم خدمت خود را رسانم گفتند. یکی از آن انسانهای نیک در خانواده ناصر جانمک و گلندام خاله مهمان هستیم. گلندام خاله زادروز مبارک باشد. یک دست از خرسک زدیم یا نام تکلیف میکنیم. السلام علیکم خاله جان عزیز. یک از مخلص بهترین ما یک انسانی هستند که انسانی در حقیقت سزاوار نام انسانی هستند. با حرفهای کلام نویسم می ارزد. اینقدر فرزند، اینقدر ابیره ها، اینقدر مهمانان برای تبریک شما آمدند. گلندام خاله امروز روزی خرسندیتان مبارک، زادروزتان مبارک. شما را از نام پیش از همه از نام ناصر جانمک از نام استادم تبریک میگیم. از نام امروز مادران، از نام امروز زنهای خدیبا، از نام فرزندان عزیزتان، از نام فرزندان اصیلتان تبریک میگیم. شخصا از نام لطفکه، از نام در شهر خارجه هستند نادرکه، از نام شهابکه، از نام گلصفدایتی و از نام گلرخسارایتی، از نام کلید پاشاهایی که در اطرافتان پروانه هستند تبریک میگیم. بگذار مولودتان خجسته باشد. در این خاندان فقط توی باشد و فقط آواز گریه کودک براید، آواز سرود میاد. شما را هر بار تبریک کردن نصیب کند. امروز بزم جمشیدی مبارک باشد. امروز نو 20 سالمه 22 سالمه چند ساله شده؟ 20 ساله. نمی 18 20 حالا نو 22 ساله بوده نه؟ امروز روزتان مبارک باشد. جفت شود. الان ناصر جانمک هم که جفت شده 120 در آمدن با ناصر جانمک از که بیانو شما هم خیلی زیبا شده اطراف شما پروانه شده گشتن نصیب کنند. امروز روزتان مبارک. تا آمدن همراهی فرزندان هم صحبت شدیم. برای مادر پیش از همه نزدیکترش همان کس بودیم که در مسافرت گردن اگر آنها را بسیار یاد میکردن و پزمان میشدیم. همراهی نادرکه هم صحبت شدیم. همراهی گلصفدایتی همین روز گپ زدیم. گلصفدایتی گفتند که مادر مهربان ما را وصف کنید تبریک کنید که می ارزد. من چند سال باز ما در مسافرت گشتیم قدر مادرم آن روی پر از نور مادرم یاد کردم رحمت برایشان. از نام نادرکه گفتند که من از سر شوخ آمدگی از نام من گوید که رحمت برایشان. من که اینقدر شوخی میکردن یکو بار جنگ نمیکردن میگفتند که خیلی بچه کلان صحبت نفش نمیرود رحمت برای بودنتان. امروز از نام همون نفرانی که در مسافرت هستند خواستیم یک شعر رو برای شما خوانیم که مادر مهربان در آن ساعت که دلگیرم کجای مادری پیرم
بیا بینمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش های دستان تو را امروز، دلم خواهد نگاهی چشمان تو را امروز. دلم خواهد دعایت را، دلم خواهد دعایت را. دو دستت را چو دو بال پرستوها به سوی قبله بکشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده. گسیلم کرده ای بر راه های دور، بر سفرها سپس از پشت من گریسته ای در خود فرو مانده. مادر مهربان من شنان مادر غمخوار هستند که هر بار بینیم مگر در لبشان خنده هویدا هست. همین لبخنده را بینیم آن تشویش و آن غمهایی که در سر ما هست گذر می شود. میخواستیم که انم خیلی لبخنده از سراتان از لبانتان دور نگردد. همیشه مانند امروز خوش و خوشبخت شده، زیبین خیلی خاندان و زیبین خیلی بزمهای زیبا شده گشتن نصیب کنند. امروز که بزمتان است، مانند همین گلها شکوفان باشید، مانند همین کودکان بیغم و بیدرد شده گردید. برای انسانیت فهمیدیم که پیش از همه سلامتی بوده است. میخواستیم برای شما عمری درازی سعدیانه را، کیفیت خوش شقشقی خیامانه را تمنا میکنیم. امروز بزمتان مبارک، زاد روزتان مبارک، روزی شکرانه تان را مبارک باد میگوییم. البته امروز برای شما چقدر سخن گوییم، چقدر شعر خوانیم، چقدر ترانه ها گوییم کم است. امروز من طفلکان نازنین، دخترکان شیرین در اینجا در دست گلدسته های زیبا دارند. یک تا آن جان شما میسپاریم. خیلی نزدیکتر آمده. مرحبا. خیلی مهرانه، خیلی در اینجا رسم‌های جوانی باشد یا حاضره باشد، همراهی دوستی جانور خودشان هم میمدن باز با درجه عالی میشدن. مبارک باشد. البته ما میبینیم که در اینجا یکی از آن کتاب‌های قیمت بهاترین گران بهاترین روی دنیا است. کتاب قرآن برای مادر مهربان آماده کردند. بگذار حالا جانی از این شما را حاجیانه بیم، ناظر جانمک را حاجی بابا بیم. در این خیلی بزمهای زیبا آمده باز صبری کردن نصیب کنند. از پیششان آمده که شاید کنی کتاب قرآن را دور دیده تاج بر سر کنند کنی برابر. مبارک باشد. زیتون دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر.
چندین بار از سر گذشته است. در هر جا خرسندی و شریک شویم، همراه شویم، می‌بینیم که در آن خاندانی که 4 کس زندگی میکنند، اگر بگه آن طعامی 3 کس ماند، اگر همان روز مادر اشتباهشان سیر میشود. مادر این بزرگترین خلقت هستند برای فرزندان. بیهوده پیغمبرم نفرمودند که بیش در زیر قدمه مادران است، مادر مهربان. در حقیقت این بزم را فهمیدم، شنیدم، بسیار هم خرسند شدم که می‌ارزد این خیلی بزم‌های زیبا فقط باشد. مانند شما زنها همیشه تاج سر شده گردید. امروز بزمتان مبارک. حاضر در اینجا کلیم پاشا گفتند که 1 ساعت طلا داریم برای مادر عروس ما. خودشان طلای خاندانی ما هستند، خودشان گل سبد خاندانی ما هستند. اگر مهمانان تا قرصک زنند شامرزا جان میسپارند. مبارک باشد. بعد دویسته میکنن شامرزا مبارک باشد. مبارک باشد. شامرزا فرزند اصیل پدر، مانند پدرشان شوخی کرد. ما که درس میدیم 2 سال بود، یکی از آن طلبه‌های ما. این کس می‌خواهم بابا جان و آنا جان را در این روز خرسندیت خوشحال کرده تبریک کنند که همون شعرهای از یاد درآمدگی ما اسمشون باشد. مرحبا. سحر بعدی نمازی بام دادم و درگاهی خدا زاری نمودم. خداوند نگاه در آنه‌ام را، همین از آرزوی و امیدم. صد بدر آنها امروز دادم تبریک. مبارک باشد. البته سخنهای تبریکات را میشنویدیم، پس از آن شیرینی را میبریم. مرحبا. آیه 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 جان سزلانگیز محروبان دردینگیز گامن درمان تبریک رایمیز آیه جان. مادر درجه قیمت است، هستیاش غنیمت است. قدری متق بدانم هر کس که بخیمت است. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اضرب لبن فلا من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر إذا وقع. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليه والحمد لله رب العالمين. رحمت سلامت باشند. حاضر در اینجا دخترکان کلید پاسچه‌ها در اطرافشان پروانه هستند. یک تا سخن‌های نکشان شنویم کنی، یک قطارشون ایستید کنی یا نشون بعد مرحمت کنی کلید پاسچه‌ها مرحمت. زمان و زندگانی با شما زیبا، سرودی شادمانی ها با شما زیبا.
ما فرزندان با پدر و مادر زیبا. السلام علیکم مهمانای عزیز. مهمانکای بیما جان خوش آمده بر خانه‌داری ما. نوری دیده بالای سری ما. بیملام سالهای دراز با همراهی ملامکم عمر به سر برده ایستاده‌ام. الها سالهای آینده‌ام خوش پیری به دولت شوم. دور و دورانی پیری را بینم. حضوری حلاوت نبیره و فرزندان را بینم. ملامکم یک قناتمون باشند. بیملام دویم قناتمون هستند که امروز ما فرزندان در راه زندگی قامت خود را بلند راست برداشته می‌گردیم. با بودن پدر و مادر شکرگزاریم. فخر دنیا، فخر زمان، فخر جهان میکنیم که همین خیل پدر و مادر فرزندش کلونش بدگیامون با. در پهلوی پدر و مادر نشستن این غنیمت بوده است. ای دوستانی جانی با هم بودن غنیمت. یک لحظه شاد و مسرور بیغم بودن غنیمت. عمر انسان روان است خواهیم یا نخواهیم. روی گلی سبدها شبنم بودن غنیمت. دیدار ما ای دوستان بهتر زی سیم و زر است. خماری ما خویشاوندان چون جفتی چشمی تر است. دل و جگر باشد خناب همه انتظاره. خواهد خدا بینیم باز دیداری همدیگر را. ملامک من دسترام ساق و سلامت گردم. هیچ وقت کسل نشوم. سلامتی ملامکم برای ما فرزندان دولت است. خنده میمونان برای ما بخت است. دیکاشون خوشپیری به دولت شوند. شاستونی خوندانمون ملامکم هستیم. تکیهگاهی ما فرزندان. نصیحتگری بیملالامون. دوستی به منتی سه پسر ملامکم هستیم. الهیم دیکاشون خوشپیر شوند. جوان دو جوان مانید همیشه. شادمان و خیام مانید همیشه. ببینید صد را در راهی عمر. عزیزی ما فرزندان مانید همیشه. رحمت مبارک باشد. وزیر زیبا را از نامی تمام امروزه جگربندان مبارکباد میگویم. مبارک باشد. مرحمت. کلی پوشان نزدیکتر ایستیم کنیم. مرحمت. خیلی. السلام علیکم مهمانان خوش آمدید به این درگاه اکرم. بی جانم الهیم 100 ساله شوند. دادم که خوش پیر شوند. چی نیت کنم الهیم نیت کاشم برسم. همه وقت دستری مهان ساخت سلامت گردن. دستری نیور یکاشون ساخت سلامت گردن الهیم. مبارک باشد. مرحبا. عمر آدم قیمت است دولک در بازار نیست. به ثمر بردن بلا در زندگی دشوار نیست. در طبیعت فصلها تکرار آیند از دیگر. لیک عمری رفته را در زندگی تکرار نیست. تا بودن دنیا باشه خالد جان. رحمت سلامت باشد. مبارک باشد. اکنون یک جای همین جگربند و نزدیکان و نبیرم اما ما یک جای شدن. خوش. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمده به درگاه آنم صد بدرویان. انومی بیم انومی دادن تبریک میکنیم. صد بدرویان انومی بیم یک شعر خوندمتیم. این شبی ترشت روی بارانی کلبه مادرم به یاد آمد. بامی اوم چکد زیباران ها در دلم عالم بداد آمد. با چنین کلبه فقیرانه با دلی راست مادرم دارد. کودکانش به هر کجا رفتن مانده در کنج خانه تنهاست. شاید او با امیدی عفوی گناه رمضان است و روزه می دارد. وقتی افطار چکچکی
شیبدار هیچ بر گوش او نمی‌خورد. مادرم مادر بهشتیم، آسمان باعث چه گریان است. اشکی تو بس نبود که در دنیا باز باران و باز باران است. الهیم 100 ساله شد. مناظر در اینجا قوتی دل شده پهلوان‌هایشان آمدند. یک تاشان در خارج هستند، دو تایشان همراه لطیفکم شهابکم در اینجا هستند. برادران عزیز ایمان دامادشان هم اینجا هستند. یک تا سخن‌های نیک میکنند. بعد اجازه بدیم با تورتوری مرحمت شهابکم. رحمت سلام علیکم بیجو لوید سات بدره چی نیت که گوشه نیت تون برسه از نام اکام اوی تیم از نام همه اهل اولاد تبریک میکنیم. چی نیت داشتیم گوشه نیت تون برسه بیجو. السلام علیکم همجوران عزیز مهمان گرامی. من شخصا از نام خودم از نام اویلم خودم رو با این روزی تولدشون تبریک میکنم. ایلیم سر دادرویم ایلیم این روزی گندهشون همیشه ورده ما اون بر خدمت شدیم. رحمت خیلی خالجانی عزیز مادر مهربان نزدیکتر استیم خیلی لطیفه شهابکه هم ما نزدیکتر میستیم. ما شبها رو میگیرونیم یک جوی نیت کردن شبها رو خاموش میکنیم. پس از آن باشد این شیرینی امروزه رو یک جوی میبریم و تناول میکنیم. مبارک باشد. ولی شبهایش رو خاموش کنیم کنیم شبهای مبارک باشد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. در اینجا مهمانان هستند. استادی عزیزی ما حق استاد پیش از پدر است میگویند هر بار که در روز خرسندی بینیم اگر میخواستیم نیت‌های نیکشان را گیریم در تاریخ مهر سازیم که تاریخ نویسی ما خود استاد هستند. معلم عزیز یک تا سخن‌های نیکی سر کنند. مرحبا. السلام علیکم مهمانان گرامی. با این درگاهی نادر جان با همه شما خوش آمدید. نوری دیده تاج سر میگویم. من همه خیلی خرسند شده همینجا شدم که همه خیلی شاگردای با فرهنگ همه خیلی شاگردای خوب
داریم. من از سخنهای اینا هم خیلی تاثیر کرد که فخر کردم همه خیلی شاگردها بوده کشور. حسین جان شما هم خوش آمده. رحمت که به هر یک خاندان، به هر یک انسان، به هر یک خانواده شما همه خیلی خوشبختی، خرسندی آورده ایستاده. رحمت به همه شما. من از نام خودم، از نام اهل عائله، از نام اهل اولاد با آسانم صحتمندی، تندرستی و تمام خوشی های دنیا را تمنا دارم. با امکیش خوشکیر شوند، صدبه درویند. همه وقت در سر همه خیلی نبیره های زیبا، در سر فرزندهای نکو سایه ها شده. ما از نام شما علمی خالجان مهربان را تبریک کردیم. امروز هر دوی شمایان سبب شدن این خیلی فرزندهای نیکنام، این خیلی فرزندهایی که صاحب علم هستند، صاحب معرفت و معنویت هستند، از پیش شما ایزمان ایستادند. امروز بسمتان مبارک باشد. حاضر ناصر جانمک برای ما استاد هستند به ساحه چمندازی. استاد عزیز هر باره که نو از سوار بودیم برای ما گفتند که حالی خدا خواهد رسای خرسندی ما خدمت میکنید. الان وقت فقط میکروفون من نتوی انای من تبریک کنید. گلندان خانم امروز روز خرسندیتان مبارک باشد. الان وقتی که شمایان جوان بودید ناصر جانمک چخیل عاشقی کرده شعرهایش که خوانده بودن، من امروز امامشان میگویم که اگر دیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم. قسم بر کاش و ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت تو را من دوست میدارم. هم خیلی گفتیم گفتادم امروز روز مبارک باشد. السلام علیکم. از نام خداها تاقاجان عزیزی ما یک شروع کرده تبریک میکنم. مرحبا. رحمت سینجون رحمت. چراغ بخت کامرانی، چراغ بخت شادمانی، قدر ابروز بنمای دوستان برای سرشبی زندگانی، برای سرشبی زندگانی الان یکوتو گو همه اون مون میبردازه. برای سرشبی زندگی اویتیاکو ارکیاکو حسین رحمت بجورا. حاضر پیش از زحمت رو برعکس دادن لالا خولا خفا نشوند که یک تامی میکروفون دراز کنیم طرفشان بعد گفتن که من شعرو که از یاد کردگی هر بار من ببینم میکروفون دراز کردن. مرحبا. السلام علیکم مهمونای عزیز. خوش آمده به این درگاه جیانم نادر جان و علمولام صویبه. خوش آمده هم یکاتون. من از نام من همین ها، از نام خودم، از نام دوشنبه بودگی افرخو حاضر اونها در خارجه تبریک و مبارکباد مینمایم. اینوی سر بدونی حاضر بچه یکاتون بیدی صاف سلامت گردی هم یکاتون خوش آمده دوی دیده تاج سر دیلم گنده پرشید میبخشه مهمونای عزیز. خوش آمده هم یکاتون خوش آمده دوی دیده تاج سر. میکروفون ممکن خصوصیتش هست که روزی خرسندی و عشق شادی نمایان میکنن. مرحبا. از نام خواهران در روزی خرسندی تبریک کرده بودن. مرحبا. السلام علیکم مهمونان گرامی. اجازه دهید من فرصت استفاده کنم. افاجانم رو با این روز تولدشان تبریک گفته و اونها صحت سلامتی عمری بردوام آرزو میکنم. میخواهم که همیشه با پاچه ساخت و سلامت به سر بچه هاشون گردن و دقتتون رمون.
شما مهمونکای عزیز اکم تدی انگاملام خوشا پیر شوند انگاملامو اکم چی نیت دارن نیتکاشون برسن 100 ساله شده خدای عمری دادگیش کده پیری به دولت شده گرده شما ده هم نیتتون به درگاه السلام علیکم مهمانان عزیز من امروز به درگاه پوچام اومده اویتیم یاشون خوشا پیر شوند پوچام هم اینجای دادم با همین خیلی ناز میبینیم شما حرمت عزت میکنیم اویتی اکم کتی خوشا پیر شوند حضوری همین نیوارا بچه های بینم انمی گل صفت انمی نودیر انمی رهدورو اویتیم دوشنبه سلام بگویم هم یکتون شما ده بچه‌های جانی ما نانای خولم هر رو می ناتیمو نگویم کی تبلیغ نکردیم السلام علیکم مهمانان عزیز ماهان به همین درگاه نادر جان و کلین صاحبه اومده و روز تولد اویتیم اومدم بقولا عزت بدرو بچم کتی خوشه پیرشه بچم حرمت عزت کن فهمیدی و همین خونگان با فرقت توی تماشا شود کی چی نیت دارد نیتاش برسد شما ده همه رحمت سلامت دوستان اکنون هر یک گفته ها با اثباتش ما سرودهای شکر رو میمانیم بیرون برامده خوشترکه میرقصیم بعض میبروزه رو دوام میدهیم شما بکن نمیگرفتگیش لیکن میرقصیم مرحبا
بیننده‌های عزیزی ما، نفرانی که این بزم جمشیدی این روز خرسندی را با ما شده همراه ما تبریک کنی آمدند. من این بزم زیبا را مادران مهربان را خرسند کردیم. دل کسی را شاد کردن با زیارت کعبه الله برابر است میگن. دل خداوند مهربان را شاد کردیم. در روز جشن مولدشان تبریک کردیم. یک جهان اون لحظه‌های فراغتی خاطرمان را پیشکش شما کردیم. نیز در این روزهای خرسندی با ما باشید، با شبکه شهرنام همیشه با ما باشید. برای شما رحمت سلامت باشد. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شدن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.